این فضای ترکیبی شما باید حواست باشه که وقتی به نون شبت محتاجی، وقتی که الان یه محدودیت مالی داری، یکی اومد گفت پکیج فلانمو گذاشتم مثلا با 70% تخفیف، تو یه دقیقه فکر کن الان مثلا اون اکسل رو، اون ادیت رو مثلا تو با 80% تخفیف گرفتی در حالی که تو جیبت 5 میلیون تومنه، مثلا what the fuck، به چه دردت می‌خوره؟ به خودت یکم فشار بیاد، تاب‌آوری تو بیشتر بکن، برو ویدیو ببین، برو مثلا بشین پشت سیستم، با گریه هم شده کار بکن، یوتیوب رو پلی کن، دوباره برو بعدی. شاید بگی آقا اینترنت گوه ما الان با این اوضاع اینترنت مگه میشه رفت تو یوتیوب و فلان و بیسار اینا، قطع چکانیه، بله درسته، ولی من صحبتم سر اینه اون یوتیوب و اینجور داستانا اینترنت چقدر تموم میشه علاوه هزینه، فیلتر شکن هم هست اینجور مسئله، درسته، در مقابل اون پکیجه. اگه واقعا 2 تا 4 تا کردی دیدی میارزه و از اون طرفم تو میتونی ازش خروجی بگیری، بسم الله برو بخر. اما اگه واقعا نمیارزه، اینجوری نباشه که من شبیه میمونه که میگن موقعی که کسی میخواد غذا رو درست بکنه 2 گروه غذا درست نکنن. به دوستام همیشه یه مثالی میزدم، میگفتم یکی اونایی که خیلی گشنه‌اند، یکی اونایی که خیلی سیرن. اونی که خیلی گشنه زیاد میریزه، اونی که خیلی سیر کم میریزه. خب یه آدم حد وسط یه چای کیکی خورده، حالا گشنش هم هست، میگه بله وقت نهار. ممکنه گاهی اوقات ما داریم قدم میزنیم یه بستنی، یه مثلا پفکی چیزی بخوریم، یه انرژیزایی بخوریم، ببینیم هنوزم هوس داریم بریم اون ساندویچ سوخاریه رو بخوریم یا نه هوس افتاد. گاهی اوقات پکیج رو میبینی یه دقیقه فر بخور، برو بشین پشت سیستم، یوتیوب تو با همون لنگ لنگان، اینستاگرام تو، نمیدونم پریمیر تو، افتر افکت تو، پیج تو بیار بالا، ببین اصلا کار میکنی، حس کاره هست، فرداش هم کار میکنی، پس فرداش هم کار میکنی، اون چیز ذهنیتی که داشتی، تصوری که داشتی مشتری میاد، با این ور اون ور کانال گذاشتن و استوری گذاشتن و اینا، مشتری اومد چه جوری شد، بعد برو حالا اون پکیج رو بخر یا اون پکیج رو بفروش یا هر کاری دیگه ای انجام بده. اینم دوباره میشه تاب‌آوری ما در شرایط فعلی، تاب‌آور بودن و هیبریدی و مولتی تاسک بودن، یعنی شرایطی این که تو چند تا کارو باید انجام بدی و از اون طرف هم ترکیبیه. نمیتونی بگی که من ادمینی الان انجام نمیدم، نه، ممکنه باید ادمینی بکنی، ممکنه بری حضوری بازاریابی کنی، ممکنه بری تو مغازه باید بفروشی یه چیزی، ممکنه بری بازاریابی کنی، ممکنه بری مثلا فرض بکن با دوستت مثلا میگه آقا آره چه میدونم حتی بدبینانه‌شو ببین، حالا اینا هم آدمای محترمی هستن دارن پول در میارن، آقا ما یه زمینی داشتیم الان تابستون فصل هندونه است ریختیم عقب نیسان فلانی، بیا امیر مجرد با هم بریم بفروشیم، امشب ممکنه 2 تومن گیرت بیاد، بریم داداش. یعنی من نباید اونجا بشینم چرت که بندازم که خب حالا الان مثلا فرض بکن که من تو شأنم نیستش، من الان آقا مثلا فرض بکن الان تو فضای تعدیل نیروه، الان تو فضای این که پروژه نمیاد فلانه، من الان باید نون شبمو ببینم. خب یا از اون طرف میخوای محصولی بفروشی، بیای به این فکر کنی خب من یه استراتژی بچینم، یه استوری تیلینگی بچینم که مثلا فرض بکن که خیلی جذاب باشه، مخاطبو بکشونم و اینا، و اینا جای خودش میفروشه یا نه. الان محور سر اینه که میتونی بخری، میتونی بفروشی یا نه. خیلی طبیعیه، خیلی ساده است، خرید فروش، خیلی سختش نکن، پیچیده‌اش نکن. ما الان تو همچین شرایطی هستیم، یعنی همه جنگ برای بقا، همون چیزی که داره گفته میشه. تو جنگ برای بقا، تو دنبال این نیستی که وسط جنگل بیای بگی که این چاقویی که من دارم این درخت باش میبرم که مثلا آتیش درست کنم، یا مثلا بیاد بشه شبیه اون چیزی که یه دونه کبریت دارم بزنم بعد با این فوت کنم نمیدونم بشه متریال اول آتیش من، این چاقو خوب نیست. نه، اونجا اگه چاقو نیست نمیدونم با کلید نیست با یه چیز تیزتر، تو اونجا تو شرایط این نیستی که دنبال یه چیز خاص بگردی. ما الان تو همچین شرایطی هستیم. نمیخوام تو دلتون رو خالی بکنم، نمیخوام بگم من پیشگوام، پیشبینم، نوستراداموسم، اینا طبق مشاهداتی که داریم هممون میبینیم جهان هر چقدر میره جلوتر ناپایدارتر میشه. ما باید خودمون رو برای ناپایداری آماده بکنیم. یعنی ما چیزی که هستش اینه که اگر میگیم مبارز، جنگجو، فلان، این ادبیات رو داریم به کار میبردیم، میرفتی رو سن میگفتی بیزینس بی رحمه، بیزینس جنگجو میخواد، الان بسم الله بیزینس من، بیزینس وومن، آدم پر ادعا، اون بنده خدایی که
داری میفروشی، اون آنلاین شاپ، اون صاحب پیج، اون پکیج فروش، الان بسم الله بجنگ. خب الان هوای هموطنتو داشته باش، خب یا رایگانش بکن یا مثلا یه چیز کاربردی بده دست ملت، شروور تف نده. یا اگه تو داری چیزی میفروشی بدون که ملت دارن میرن سمت اقلام ضروری، دیگه سبد محصولاتتو با اقلام غیر ضروری دوباره پر نکن. الان لنجا تو دبی موندن. من با کلی از بیزینس‌های کوچیک و بزرگ و رفیق و دوست و اینا مثل شماهایی که دارید صحبت میکنید، نمیخوام بگم آدم خاصی هستم، منم حرف زدم. خب تو همچین فضایی وقتی لنج هنوز تو دبی مونده، اون یکی مثلا گیر اینترنتشه، اون یکی مثلا نیروهاشو کم کرده، اون یکی رفته ترکیه ببینه چه خبره، اون یکی هر کی داره یه کاری میکنه سیستماشو جمع کرده و اینا، اون یکی بنده خدا سیستماشو دزدیدن. تو همچین شرایط ناپایداری عملا دیگه اینجا دقیقاً جنگجو میخواد، مبارز میخواد برای زنده موندن. خب تو همچین شرایطی تخفیف بده، تو همچین شرایطی بگو یکی بخری 2 تا میبریه. خب تو همچین شرایطی برو سراغ اقلام ضروری، تو همچین شرایطی باید 3 شیفت کار کنی. اگه قبلا میگفتی 2 شیفت آه و ناله میکردیم، الان باید 3 شیفت شاید کار بکنیم. و مسئله ای هم که وجود داره اینه که سخته، بله سخته، اما با استوری گذاشتن و پست خالی گذاشتن و قور زدن خالی، نمیگم نزنیم، ممکنه یکم خودمون رو خالی بکنیم، با همچین چیزی هیچ اتفاقی نمیفته، فرجی شکل نمیگیره. قرتو بزن، کارت هم بکن. هم اون ناامیدی تو میخوای انتقال بده استوری، بعدش هم بیا بگو آقا من رفتم دارم این کارو میکنم. یکم الان همبستگی و اون همدلیه میخواد که طرف ببینه که آقا تو که مدیر عاملی کاری دیگه هم داری میکنی، تو که کارمندی از فلان جا اخراج شدی رفتی یه کار دیگه، یا تویی که مثلا فرض بکن قبلا 2 نفر نیرو داشتی الان میتونی 5 نفر نیرو دیگه هم بگیری، ولی بچه‌ها من میتونم با یه عدد پایین با شما بیام جلو که این ماه الان تعدیل نیرو شده، گفتم یه کمکی از دست من بر بیاد، هم با خفت نباشه، یارو تحقیر نکنی بیا بگی 3 تومن بده بعد هی بگی پول من چی شد پول من چی شد، هم از طرف کار بکشی که کارتو راه بندازه. یا اگه محصول داری جوری دیگه. پس ما توی یه شرایطی هستیم که استیبل نیست و هر چقدر بریم جلوتر این استیبل نبودنه اتفاقا پررنگتر میشه و ناپایداریم و تنها چیزی که قرار پایدار باشه ناپایداری. و الان دیگه اونایی که ادعا می‌کردیم که آقا نمیدونم با مبارزه کرد و جنگید و اینا، الان فضا اونجوری. پس دوستان اگه درباره دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنن، درباره مارکتینگ صحبت میکنن، درباره آنلاین شاپ‌ها صحبت میکنن، درباره وضعیت اینترنت صحبت میکنن، من سرنخا رو خدمتتون عرض کردم. فضا این مدلیه، درست به شما هم نیستش، درست به شما نیستش. اصلا فرض بکن جنگم نشه، خب جنگ ادامه پیدا نکنه، خاورمیانه و کلا جهان به سمت ناپایداریه. دبی هم بری همینه، آمریکا هم بری همینه، ایران از همه بدتر، عراق از همه بدتر، سوریه از همه بدتر، لبنان از همه بدتر. شفاف داریم صحبت میکنیم. تو این شرایط ناپایدار تو چی کار میتونی بکنی؟ میخوای پول جمع بکنی بری، پول جمع کن برو، ولی سر کسی کلا نذار، برو پول جمع کن بفروش، نوش جونت حلالت برو. میخوای بمونی کنار مردمت باشی، کشورت برات مهمه، بدون تو همچین شرایطی قراره بیزینس کنی، تو همچین شرایطی قراره زندگی کنی. ممکنه شب پنیر بخوری، فرداش استانبولی بخوری، پس فرداش یه ماکارونی چرب بخوری. میخوای فوش بدی به مسئول، فوش بده، ولی از اون طرف هم برو برای خودت، برای خانوادت برو پول در بیار، برای رفیقت که بتونی بیار در واقع دستشو بگیری که بیاری تو کار، اونم یه 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون 15 میلیون بگیره، کار باید داشته باشی. تا پیروز میگفتی اجاره ها باید بره بالا، پول پیش باید بره بالا، الان یکم شل کن. تو داره یه چیزی میاد سمتت، نشستی خونه، خب دور از جون نمیمیری. اون بنده خدا الان پول اجاره رو نداره، پول پیشو نداره، خب یکم شل بکنی اتفاقی نمیفته. الان کنار همین پول پیشتو که داری، اجاره رو یکم شلتر کن. اصلا نمیگیم نگیر، نصف بگیر، فلان جورش بکن. خب ما الان اگه تو این کشور میخوایم زیست بکنیم، زیست ما ناپایداره، بیزینس ما ناپایداره. خب اینه میمونه وقتی میخوای تو جمع میکنی میخوای بری کمپ، دیگه انتظار اینو نداری که هر جا میشینی بگی مبل من کو. یه سنگی، یه بوته‌ای، نمیدونم یه برآمدگی مثلا درختی چیزی پیدا میکنی میگیری میشینی. اون طرف هم غذا ممکنه یه سیب زمینی آتشی بخوری، شبش ممکنه یکم مفصل‌تر باشه، یا اصلا همون لقمه‌ای که آماده کردی رو بخوری، یا ممکنه اصلا چیزی نخوری، یه چای کیک بخوری. دقیقاً الان فرض کن تو حالت کمپی و حتی شاید بدتر. بیزینس تو حالت کمپ و جنگله،
روابط تو همون جوریه. اگه به هم میپریم به خاطر اینه. اگه دارن رسانه ها ما رو میزنن شبیه میمونه تو جنگل هر صدایی که میشی یهو بلند میشی. چی شده؟ صدا اومد. صدا سگه، صدا ماره، صدا پرنده است. نمیدونم بچه‌تو پیگیری میکنی. خوابه، هستش، بیرون نرفته که فلانه. دقیقاً هم، یعنی دقیقاً الان این مدلی. تو این شرایط ذهنت به هم میریزه، پولت به هم میریزه، غذات به هم میریزه، پول درآوردنت به هم میریزه. ولی از اون طرف آقا باید کنار هم باشیم. چرا؟ چون اگه این لشکر به هم بریزه معلوم نیستش تو این جنگل رو بتونی ادامه بدی، برای بقا هم بتونی زیست بکنی. اون کسی هم که رفته، حالا چه خیانت کرده، چه وطن فروشی کرده، چه نه واقعا شرایطش نداشته، چه مال این صحبت ها نبوده، چه اصلا پول داشته، گفته داشت من پول دارم میخوام برم، برو. خب مایی که تو ایران موندیم اینه داداش، شرایط اینه، واقعیت رو بپذیریم. بین واقعیت با حقیقت فاصله است. این از نکته دوم. مطلب سومی که عرض کردم خدمتتون، بحث این بودش که خب تو این شرایط ناپایدار، تو این شرایط این تیپی، عرضم به حضورتون که میشه گفتش که چطور باید به فکر فروش و نمیدونم مباحث بیزینسیمون باشیم که این باید یه ویدیو مجزا بهش پرداخته بشه. من فقط خواستم بگم که تا اینجایی که اومدیم شرایط اینه. بحث عملیات رسانه‌ای رو بیشتر صحبت میکنیم، چه چیزایی کمک میکنه تو عملیات رسانه‌ای بیشتر صحبت میکنیم. شرایط رو یکم ترسیم کردم، ولی این که چیکار باید بکنیم که پول در بیاریم هم یه اشاره کردم که آقا این داستان. مثلا فرض بکنید که شما اگه میبینید که به عنوان مثال اون تولید محتوایی که داری لنگ لنگان میکنی تو یوتیوب میتونه برای درآمد داشته باشه، ادامه بده. یعنی زیاد الان زمان استراتژی و فکر و تحلیل آنچنانی نیست. الان اگه مثلا یه کتابی نوشته بودی میتونی بیشتر بفروشیش، برو بفروش. چه خودت کنار خیابون انقلاب میخوای بفروشی، چه به کسی دیگه، چه میخوای تخفیف بدی. یا اگه مثلا فرض بکن که آموزش میتونستی بدی، الان آموزشاتو کاربردی کن. الان برو ببین این بدبختا، این آنلاین شاپا، این کسب و کارا جنگ زدن. الان مثلا نمیمیری پاشی بری مغازه یارو، شرکت یارو. الان اگه کرواتت نزنی، زیر کولر نباشی، چیزی نمیشه. برو تو اون طلا فروشیه، برو تو اون لباس فروشیه، برو تو فلان اونجا. آقا من قبلا مثلا فرض بکن که چوسان فیسان داشتم، میگفتم که جلسه آتومن به من بدید. الان کمتر میگیرم، قسطی میگیرم، باهات راه میام، اصلا از سود فروش باهات میگیرم، یا اصلا این ماهو نمیخوام بگیرم، ماه بعد میخوام بگیرم. این جریانه رو ما باید کنار هم حفظ کنیم. ممکنه بعد این ویدیو من یا حین این ویدیو من اصلا بمب بخوره، همین الان یه اتفاقی بیفته. صحبت سر اینه که ما دقیقا مثل اون 8 سال جنگی که برای ما پدر مادرامون میگفتن و اینا، ما باید ادامه بدیم. پدر مادرامون چی شو گفتن؟ عادت کردیم. گفتن آقا جهنم ضرر، ما که قراره بریم ببینیم، کرکره رو میدیم بالا، کرکره رو میدیم پایین فلان ساعت. لااقل وایسیم دم مغازه، اگه 2 قرون فروختیم دم مغازه بمیریم، اگر هم 2 قرون در آوردیم دم مغازه ایم دیگه، تهش میخواد چی بشه؟ ما الان تو همچین شرایطی هستیم و فکر نکنید که الان استیبله. نه، جهان داره ثابت میکنه، خاورمیانه داره ثابت میکنه، یه عده حرومزاده اونوری اینوری، هر طرفی که میخوای بدونی، داره ثابت میکنه که اشتباه دارن، خطا دارن، بعضن یک سری از غرضهای در واقع آمدانه هم دارن که ملت رو به این روزگار بندازن. ما باید تو همچین شرایطی، چیزی که هستش اینه که این ادبیات چرت و پرتی هم که هستش، میگن که بیزینس وقتی به بحران میخوره بیزینس بیرحمه، بیزینس باید به فکر خودش باشه و فلان و اینا. من زیاد این جور چیزا قبول ندارم. هم بیزینس داشتم، هم به چخ رفتم، هم تو بیزینس بودم، هم تو بیزینس هایی که اینجوری بودن و الان اینجوری شدن هم بودم و هستم. ولی داستان سر اینه که آقا ما اون میزان خسارت رو بیاریمش پایین‌تر، یکم نرمترش بکنیم، کمترش بکنیم، رحم بکنیم به هم دیگه. که آقا مثلا فرض بکن که بیزینس بیرحمه، نمیدونم تو رحم داشته باش که اگه 20 میلیون حقوق میدادی بگو فلانی با 10 میلیون میتونم نگرت دارم، میخوای؟ شاید بنده خدا خواست، شاید خواست، یا شاید کسی رو معرفی کرد که بهتر از خودش یا تو رده خودش بتونه براش کار بکنه. پس اینکه حالا یه استثناءاتی نمیگم وجود نداره که تو مجبوری یه تعدادی رو مثلا خداحافظی بکنی یا مثلا برینا، اما خیلی این جمله رو هی لغلقه زبانمون نکنیم که آره بیزینس بیرمه، بیزینس بیرمه. حواسمون به انسانیت، به هویت، به شخصیت، به اینجور مسائل هم باشه که آقا اگه بیزینس بیرمه، تا پیروز همین بنده خدایی که
در واقع تو بیزینس بیرحم تو بود داشت پرچم تو رو می آورد بالا. پس اون موقع اینم میتونست بگه بیزینس بیرحم تا 12 شب نمونه، اینم میتونست بگه بیزینس بیرحم شب تا صبح کار نکنه، اینم میتونست بگه بیزینس بیرحم موقعی که حمله سایبری شد بگه که حقوق من زدی من وایسم دفاع کنم. بیزینس بیرحمه حواسمون به اینجور چیزا هم باشه و از اون طرف هم اون کارمنده حواسش به مدیره باشه که آقا اون موقعی که تو استیبل بودی و میگفتی که آی فلانی من میخوام ماشینا رو بخرم، خونه رو جابجا کنم فلان، این بنده خودم به خودش فشار آورد، از حاشیه سودش زد، از فلان چیزش زد، دم تو رو دید. تو هم الان با حقوق پایین‌تر کار کن، با پارت تایمی و نمیدونم دورکاری و هر جوری دیگه هست رفته اومدی چند روز تو هفته کار کن، سرویس بده. نه دنبال این باش که همون شرایط استیبل غیر جنگو بخوای تو حالت در واقع شرایط غیر استیبل فعلی به دست بیاری. الان ما تاباوری یعنی واکنش ما نسبت به اون اتفاقات، هم کارمند، هم مدیر، هم همسایه، هم رفیق، هم همسر، هم فرزند، هم هر کسی دیگه ای که هستش، فالوور و غیر فالوور و اینا. و تو این شرایط بدا به حال اون کسی که ادعا داره تو بیوش می‌نویسه نمیدونم من انقدر شاگرد دارم، هنرجو دارم، انقدر نمیدونم کار خیر انجام دادم، نمیدونم تخصصم لایف استایل است، تخصصم آشپزی است، فلان است، و تو این شرایط نمیتونه کمک بکنه و اگر هم کسی راهنماییش میکنه گارد داره نسبت به این که بخواد سویچ بکنه و تغییر بده. بدا به حال اون که تو این فضا داره فضا رو خالی میکنه و عرضم به حضورت که فضا از اینی که هست بخواد بدتر بشه. صحبت زیاده، من خواستم به عنوان اولین ویدیو یه سری نکات مهمی رو سرنخ بدم و اشاره کرده باشم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سوالی چیزی داشتید کامنت بذارید هر جایی که هستش، تو دایرکت، تو نمیدونم پایین پست، نمیدونم پی وی تلگرام منه، اینستاگرام منه، یوتیوب منه، هر جایی که دوست داشتید من در خدمتم تا جایی که بتونم کمکتون میکنم. این ویدیوها رو منت سر من میذارید، منت سر من میذارید، منت سر من میذارید، صادقانه بفرستید که بتونیم کمک بکنیم. من نه پکیجی دارم نه چیزی دارم، همه بچه‌ها میدونن نسبت به پکیج فروشی تا 90% بالای 90% همیشه مخالف بودم، مگر اینکه یه پکیج چی باشه، کاربردی باشه، مفید باشه، طرف آدم حسابی باشه، محتوا غنی باشه، بگیم آقا دمت گرم. وگرنه غالب پکیج فروشی ها زردن و منم تا الان عرضم به حضور این کار نکردم. شاید ممکنه به این سمت برم، یه چیز کاربردی پیدا کنم بفروشم. امیدوارم که این اتفاق نیفته، چون ده بر شخصیت من این نیستش. از خدا میخوام که روزی من از جای دیگه بده. صادقانه میگم به حق همین ماه عزیز روزی من از جای دیگه بده، از پکیج فروشی نده ایشالله. و عرضم به حضورت که اما اگر میتونی بفرست برای هر کسی که این ویدیو میتونه کمکش بکنه و قرار تیکه تیکه این ویدیوها رو با هم دیگه بریم جلو. یوتیوب منم فالو بکنید که این محتواها رو من مفصل صحبت بکنم و ایشالله پیش بریم که شاید بتونیم تو این زمونه در واقع ناپایدار و تلخ تا جایی که زنده هستیم با هم دیگه کمک بکنیم. مخلصتونم، دوستتون دارم، ارادت. خدا رو از یادمون نبریم که بالاتر از همه موشک ها و قدرت ها خداوند متعال هستش. ارادت.